ریوبری خسر یا روجاوای کردستان بریار دا یکو پروسه دادگه کردن چکدار داعش لناف روجاوای کردستان دا دست ببکه. یکم دادگه کردن چکدار داعش لباجار کوبانی روجاوای کردستان بیکته ل چما کوبانی جیروکا شر لدیجی داعش لروجاوای کردستان گرتنا به هزاران چکدار و مالباتین وان جکوبانی دست بده. در 15 ایلون 2014 ده داعش به وان چکن گران گوش ارتش سوریه و عراق به دست خسته بود روبره که مزنج عراق و سوریه کنترل کرده بود و بر خدا باجار کوبانی روجاوای کردستانی ده هیام چند روزان دا همو گندن کوبانی جالی داعش به هاتن کنترل کردن که نزدیکی 305 گندن پشتره در بازی ناو باجار بود بشام مزن یا باجار کوبانی جی کنترل کردن حجماره که کم یا شروان یپگی و یپجی به چکن سوک دناوا دو گولان کوبانی در آسیما بون و لبر خود دان که کرد و وکه برخدانه که دیروکی بناف دکن. لسر فرمان سروک بارزانی کاروانه که پیشمرگه حریم کردستان بریا ترکیه ل31 جوت ماه 2014 در بازی باجار کوبانی بود. 105 پیشمرگه بون چک جبل خانه لوجستیکا پیویس لخوره برو بونه کوبانی شروانین یپگی و یپجی و پیشمرگه پشتی شرکی دجوار کارین ده 26 چله 2015 ده کوبانی رزگار بکن جوه دمه و شروانین یپگی و یپجی جالی حجمار گروب چکدارین عرب سریان و آشوری به ناو حسده دست به اپراسیون کنترل کنا روجهلات فرات دست داعش کرن اپراسیون شروان یپگی و یپجی و هورسا چکدارین عرب ین حسده به وی آوایی بود ل 15 ماه 8 2016 من بش کنترل کرن ده ماه 5 2017 ل طبقه اپراسیون بکانین و طبقه کنترل کرن ل رقا روزا 17 ده 2017 اپراسیون وان رقا جی کنترل کرد هر وها ل 23 ماه 3 2019 جی باغوز کنترل کرد. دوان اپراسیونان دالگوری آمار ریوبری خسر 19,000 چکدارین بیانی هاتنه گرتن و 10,000 جوان چکدارین بیانی یه داعش دناوان دا هنه. اف همو چکداران دناو 10 زندانان دا جی هاتنه جیگیر کردن که زندان هری مزن یا غویران لباجار حسه که در دورا 5,000 چکدارین داعش ل دمینن. هرها چندین زندان دنجی هندن کو یا زندان علایه و نافگره لبلغار شداده زندان شداده زندان دنجی هنه کو چکدارین داعش دیده هاتنه جیگر کردن لزندان نابندیار رقوی هیا زندان کسرا لدیر زوری هیا زندان درکه زندان رمیلان وان همو زندانان دا او چکدارین داعش کو هاتنه گرتن هاتنه جیگر کردن و تیدانن ریوبری خسر جی حیاما 4 سالانه دخواست دادگاه کنه چکدارین داعش و وگراندن وان یه معلومات اعلان بو نافجواکان ناف دولتی دیگه لی حتانی نها دخواست ریوبری خسر نهاتیه بجی آنین لی ریوبری خسر ده حزیران 2023 ده بریار دا که او بخواه پروسه دادگاه کنه چکدارین بیانی لناف روجاوای کردستانی دست ببکه و یکم دادگاه کنجی لکوبانی به جبلی چکدارین داعش به هزاران جن و زاروکین چکدارین داعش وکم مالباتین وان لحدو کمپین هول لحسکه و روش لدیرکا روجاوای کردستان حاتنه بجی کرن کمپا هری مزنجی یا هولی اگو جنه بشان بکته و در دورا 55,000 کشبرین سوری پنابرین عراقی و جن و زاروکین داعش یم بیانی تده دمینن در دورا 29,000 جوان پنابران عراقینه و هروا 18,000 کشبرین سوری و 8,000 کس دنجی جن و زاروکین مالباتین داعش یم بیانی نگو 54 ولاتانن